خانم فری عزیز یک سکه، خیلی ازش سپاسگزارم. علی درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای همایون. در خدمتتونم، بفرمایید. قربون شما آقای همایون. میخواستم بگم که خیانت هایی که BBC کرده به ملت ایران فقط موسوم به همون قصه ای که چند روز پیش شما فیلمشو پخش کردید نمیشه، بلکه من همیشه میبینم که در مورد خلیج فارس واژه گلف رو به تنهایی به کار میبره و پرشین گلف رو نمیگه. یعنی اینکه این قصه یه قصه خیلی طول و درازی، انگار که یه برنامه از پیش تعیین شده است برای تخریب ایران. عزیزم من یه برنامه کامل راجع به BBC درست کردم، شما برید اینو ببینید. اصلا شما چسبید به خلیج فارس. آقا دولت انگلستان در طول 100 سال گذشته 4 بار تصمیم به تجزیه ایران گرفته، 4 بار اقدام هم کرده و شکست خورده البته، و عاملش هم در حداقل 50 سالش BBC بوده. دنبال چی میگردید شما؟ دنبال میگردید که به خلیج فارس میگه گل؟ علی درود بر شما، بفرمایید. با درود فراوان به آقای همایون عزیز. در خدمتتونم، بفرمایید. تمنا میکنم، سلطانی هستم از نیویورک، خدمتتون زنگ میزنم. میخوام